یکی از ویژگی های بد انسان همین میل و علاقه و تقلید از رسم و رواج هاست. یعنی رسم و رواج های پوچ و بی‌معنی 50% جامعه انسانی را در خطر افسردگی و نابسامانی کشانده. رسم و رواج مرضی است که روح جامعه را قبض می کند و یک نوع تعصب و کوری را به وجود می آورد. در قدیم به محض آن که دختر به سن بلوغ یا کم بالاتر می رسید، حتی قبل از این که بفهمد غریزه جنسی چیست ازدواج می کرد. حال بیا پورا کن. حال اگر از یک جوان مسلمان پرسان کنی که چرا عروسی نمی کنی، میگه بچهش والا قیمتیست نمیشه. بگویی چی نمیشه؟ میگه این بچهش حال مسلمانی کجا مانده، مردم دخترش به طول خودش مفروشه. یک دختر چندین دانه خواستگار داره، اما مادر و پدر دخترشان را نگاه میکنن که به یک داماد پولدار بده. برایشان داماد با دین و با ایمان مهم نیست، مقصد داماد پولدار باشه که دختر ما را خوشبخت نگاه کنه. و سن دخترش هم بالا میره، بالاخره منجر به این میشه که دخترشان رابطه نامشروع پیدا میکنه. اما باز هم پدر و مادرش منتظر است که خواستگار پولدار بیاید. یک بچه بیچاره میخواد عروسی کنه، تا که عروسی میکنه مادر دختر بچه بیچاره را تباه میکنه. بچه بیچاره در غم قرض که پول نوروزی را از کی بگیره، خوشو در غم مایی و جلبی که داماد جان چی میاره. بچه بیچاره وقت نوروز و عید برات میشه 6 دانه موی داره، او هم میریزه از تشویش. 4-5 کیلو چربو داره، او هم آب میشه. دیگه وقتا یگان لبخند میزنه. وقت نوروزی عید و برات رنگش پریده. اگه پرسان کنی که چی گپ است و بچه چی شده، میگه بازم غم آمد وای لالا از دل ما بیچاره ها هیچ نمیایی. میگه خوشویم گفته که 2 سیر مایی و 2 سیر جلبی کیک و کلچه و 7 میوه بیاری که ما سیال و شریک داریم. و نامزادم هم فرمایش لباس ترکی را داده، گفته اگر نیاری دیگه خانه ما نیایی. تا که پول تویانه را پورا نپرتی ایجا توی نمیتیم، حق ماست، نان دادیم، اولاد ماست، کلانش کردیم. اولالا خودت قضاوت که ما از کجا کنم؟ 5000 ماش دارم، یک نوروزی و براتی 25000. ایدی را خود جایش بان. امروز ازدواج تو میکنی، آوازخان را پسر مامایت انتخاب میکنن. ازدواج تو میکنی، نواسه های کاکا و عمد از خوشی شراب می نوشن. دختران و پسران چقدر مست از زیر دل می رقصن. آیا خیر در چنین ازدواج است؟ یا از سوی فامیل آقا داماد میخواه عروسیش آسانتر و موافق با ارزش‌های اسلامی برگزار شود، ولیکن مادر کلانش از یک سو صدا میزنه که من میخوایم در عروسی ساز باشه تا در عروسی نواسیم برقصم. خانم کاکایش از سمت دیگه صدا میکنه که عروسی باید در فلان هتل باشه. مردم چی میگه اگه در هتل نگیریم؟ از سمت دیگه خواهران و دیگر دار و دسته میگه فلان کالاها و زیورالات را باید خریده شود و مصارف باید زیاد صورت بگیره تا پیش مردم کم نبیاییم. و در اخیر هم از سمت دیگه چون کاکا یا ماما یا هم پسرها اینها میگه که عروسی یک روز است، هر روز خونه است، خوب باید کشفش گرفت تا برای سالیان سال در خاطرات باقی بمانه. در نتیجه از یک کار خیلی ساده یک مشکل بسیار بزرگ ساخته میشه و آینده را هم تا مدت زیاد طولانی خراب میکنه، فقط به خاطر یک روز هوس بیجا و بی‌مورد و ناحق. و این مثال را قیاس کرده در سایر موارد نیز میتوان نمونه استفاده کرد. تو 5000 نفر زن و مرد نامحرم را در یک سالن عروسی داخل میکنی تا اونها مثل حمام عمومی وار یک دیگر خود را ببینند و تو در قطار اول نشسته چک چک کنی و سازنده دیگران را در پیش رویت برقصان. استغفرالله. اینا ما باید بدانیم که عروسی یک حکم اسلامی داره، نه دنیایی. تو باید بدانی که عروسی یک چیز مقدس است. پس عروسی را طور برگزار کن که الله میخواهد، نه رسم و رواج مردم. جالب این است که عروس خانمی که خود بسیار با دین میگیره در روز عروسیش دیگه قسم میشه و داماد جانم که خود با دین میگیره و با دین معلوم میشه وقت با عروس میای وضعیتشون خراب است. و خواننده هم میگه آیسته برو، تیز برو، چپ برو، راست برو، لیورس برو. و عروس و داماد
به قمنده سازنده زفت و پرود کده آهسته میرن و تیز میرن و پس میرن. بعد یک آدم قرآن میاره و در دست عروس میته تا بخوانه. بعد عروس طرف داماد تیری تیری سیل میکنه و داماد طرف عروس، با وجودی که اردویشان یک حرف قرآن بلد نیستن. و بعد آقا داماد دست خود را در جیب کرده و 1000 را در لای قرآن میمانه. استغفر الله. و در ختم محفلم $5000 نقد به دست خردجال ها میته به این خدمتی که برایشان کرده و افراد مجلس را رقصانده و رویش را بوسه میکنه و بسیار تشکری ازش هم میکنه. او کاکا، او رئیس صاحب، از خدا بترس. پیوند زناشویی یک وصلت منزه و مبارک است، ولی تو اساس و تهداب آن را به گناه و معصیت و منکرات و اسراف و فحشا و مرداری گذاشتی و انتظار هم داری که اولادت در آینده خوشبخت شود. خلاصه مانع در نکاح اسلامی و شرعی همین مشکلات رسم و رواج مردم است و بس. وقت عروسی هم کرد در قرض گور است تا فرق 20 سال قرضش تمام نمیشه. خود را در دام شیطان و پیروان شیطان نیندازیم به خاطر رسم و رواج. در حقیقت ما عروسی داریم که بسیار آسان است و تو عمل به یک حکم الله سبحانه و تعالی میکنی. شاید تو کدام مشکل داشته باشی، هیچ عروسی نیست که مشکل نداشته باشه. کلان یا خرد، اگر تو عروسی حلال بگیری این را بدان که الله سبحانه و تعالی تو را کمک میکند، تو را و همان کسانی که در عروسی تو هستند. اگر عروسی های حرام و رسم و رواج های مزخرف را انجام دادیم و یا انجام میدهیم، باید توبه کنیم و از الله سبحانه و تعالی بخشش بخواهیم که گناهان ما را ببخشد. به الله قسم همان کسانی که عروسی اسلامی نکردند و توبه نمی کنند در زندگی خود تاوانش پرداخت می کنند. خوب بعض ما عروسی کردیم اما بعض ما کار خراب انجام دادیم. چطور ما می توانیم درستش کنیم مگر این که پشیمان شویم؟ پس باید بگوییم یا الله همان عمل را که انجام دادم اشتباه بود، یا الله ما را ببخش ایمان که عمل غیر شرعی انجام دادم و آن عمل درست نبود. اگر نکاح به طریقه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام شود 80% مشکلات فعلی جامعه ما حل است. دختر فرار نمی کنه، بچه زنا نمی کنه، هر کس پی کار خودش می باشه. اما حال خود ما بر خود ما مشکل جور کردیم. بیایید از خود ما شروع کنیم. نگذاریم این رسم و رواج ها بالای ما تحمیل شود، نگذاریم اق ظلم بالای ما شود، نگذاریم بجای این که سنت را بالای خود تطبیق کنیم رسم و رواج های کفار را بالای ما تطبیق می کنند. الله هدایتمان کند. اقرأ باسم ربك الذي خلق